بالاخره بعد مدت ها قبل اینکه شروع کنیم بلند شد بیا بریم. اونو خاموشش قراره که مرد دوربینی باشی. دور مردی. آره و اول از همه اون چی تو بیار خودشه. بیا پلاگش کن. سب کن موبایلم بیا. بالاخره برگشتیم بعد مدت خیلی طولانی نبودیم. و چرا نبودیم؟ قبل از اینکه بخوام همه این ماجراها رو شروع کنم درود به همگی. آقای مرد دوربینی رو داریم پشت دوربین. من اصولا نباید صحبت کنم چون مرد دوربینی. نه مرد دوربینی باید صحبت کنم. مرد دوربینی برگشتیم توی یک جای جدید. اینجا اتاق جدید رو داریم، همه چی جدیده. این کار درستی نیست. پس اولین کاری که میکنیم توی این کانال از اونجایی که اینجوری الان دیگه ما تبدیل شدیم به آدم منظم. قبل اینکه شروع کنیم و توضیح بدیم که ما میخوایم توی این کانال چیکار بکنیم، هدفمون چیه، میخوایم به کجا برسیم، دنبال من بیا. زایی نیستش با این تریپ باشم. بی خیلی راحتی دیگه. بیا بریم پس. دنبالم بیا اینجا جلو کجاست؟ یه روزی این به درد میخواد. بگو کی آفرین. خب حالا توضیح داریم که چرا این همه مدت نبودیم ما. راستش من روحیه محتوا سازم رو گم کرده بودم. پس لازم بود برای شروع دوباره همه جا رو برای پیدا کردنش زیر رو کنم. جستجو کنم و جستجو کنم. باید به هر شکلی بود روحیه محتوا سازم رو پیدا میکردم تا بتونم دوباره. تاریک فضا سنگین بود. چیزی که میدیدم باعث شد بترسم تو خودم. کنجکاویم گل کرد. توش رو سرک کشیدم و روحیم رو جستم. پس مراسم پیوند رو به اجرا در آوردم. اما ماجرا اونجوری آره ولی نه یه جورایی نه همونجوری که الان داریم میبینین. ما الان اینجا هیچ بک‌گراند خاصی نداریم. اتاق سفیده. یکی از هدفمون داخل این کانال هم اینه که با هم دیگه تلاش کنیم که اتاق رو تبدیلش کنیم به اتاق با روحیه بالا. الان که میبینید یه شات بگیر با چیه بالا؟ با روحیه، با روح باشه، انرژی داشته باشه. تنها قسمت روحدارش یه این قسمته. شما قرارتون همه مراحلی که قرار اینجا رو به قول این خارجی ها دیزاینش کنیم با ما همراه باشید. تایید کنم؟ قراره که
تلاش کنیم که بهترین خودمون رو بسازیم، تلاش برای یه زندگی سالم، زندگی بهتر، بهترین ورژن خودمون رو از تلاش کنیم. آقای مرد دوربین مرد دوربین. میخوای یکم تلاشمو ببرم بالا؟ نه همینجا خوب رفت بالا. نه تلاش کنیم که تبدیل بشیم به یک یوتیوبری که چالش ها رو میپذیره. چه چالش هایی؟ چالش استمرار، یعنی که شما تلاش کنی کم نیاری، 100 تا ویدیو بسازی، 100 تا بشین پاشو بری، 100 تا شنا بری، 100 کیلومتر بدوی، همه چی 100 تا. امیدواریم که تو این راه موفق بشیم و خواهیم شد. انگیزه بدم به خودم، خواهم شد توی این مسیر. نگو خواهم شد، من موفقم. نه از این حرفای انگیزشی خوشم نمیاد. نه خیلی زیادی دیگه انگیزشی باعث میشه که بخوام از اینجا خودم رو پرت کنم پایین. پس با ما همراه باشید. خوشحال میشم که شما نظراتتون رو بهم بگین و من هم نظرامو اینا رو ول کن. میخونم. میخوای چیکار کنی الان این ویدیو یه ویدیوی خیلی خارجی بخوایم بگیم فریستایله، یعنی ما هیچ چیز فکر شده توی این ویدیو الان نداریم و قراره صرفا همینجوری پیش بریم تا ببینیم چی میشه. اولین اقداممون برای این کانال برای تبدیل شدن به یک نسخه، یک ورژن بهتر از خودمون چی میتونه باشه؟ اولیش اینه که انقدر تکون نخوری، یه جا وایسا. درسته. خب اصلاح شد. برو از اول. خیلی دارم تموم می‌کنم خیلی تکون نخورم. اولین اقدامی میتونه باشه دیدی اصلاح شدم. الان که واقعا نمیخوام بگم، یه جوری ذهنمو گذاشتم روی پاهام که تکون نخورم، چفت زمین. اینو بگیر. جاهاتون رو به نمالا رو من بگیر. جاهاتون رو باید همیشه اول صبح جمع کنید. مرتبش کنید اول صبح. اما از اونجایی که الان دیگه اول صبح نیستش، پس ما اینو جمع نمی‌کنیم. امیدوارم که از فردا دیگه این کار رو انجام بدم. به مرد دوربینی سوالی نداریم؟ چرا اتفاقا این سوالی دارم. اول تکون نخوری رضا. آفرین. دوباره یادم رفت. بذار. خب بفرما. بعد این همه مدت چطوریه که دوباره شروع کردی؟ شروع کردم، خواستم که شروع کنم، راستش نمیدونم. توضیح کوچیک بدم که بک‌گراند خوشگل قبلی چی شد. دوباره دنبال من بیاد. با گرانده قبلی. بک‌گراند خیلی خوشگلی، ولی از اونجایی که دیگه جابجا شده و یه خورده اتاق به هم ریخته است، از اونجایی که می‌بینید اتاق پسره دیگه نمیشه کاریش کرد دیگه. همینه. مطمئنم شما هم همینجوری هستی. پس حق نداری توی کامنت، حق نداری، خیلی بهم برمیخوره. اشکال نداره. با بک‌گراند جدید این بار با قدرت بیشتر شروع می‌کنیم. میریم برای انجامش کم کم. آره. چی داریم چی نداریم. الان فعلا قشنگ‌ترین بخش ما این قسمت این ماشینا بچگی یادمش نمیدونم از چند سالیه. نگاه کن روش خورده ها رو میتونی بگی. بچا برند کین سمارت فورد 2007 با دمت گرم، کلی خوردگی داره. خلاصه که دیگه خیلی چیز مالیه. بتمن رو داریم با سوپرمن. من خیلی آدم لگو بازی نیستم، بیشتر آدم لگوی بسته‌ای هستم. این یک نسخه خاص از بتمنه. وقتی که نور بهش میخوره یه جوری شبتابه دیگه، خورده صبر میکنیم. کجایی بتمن؟ اوه شیت، واقعا داره میفته. صورتشو گرفت. داره شب میتابه، تو تاریکی میتابه، حتی تو روشنایی هم داره میتابه. ببین اینجا میتابه. ای وای بتمن هم افتید. خودم خیلی آدم ماشین بازی هم. این ماشینای کین سمارت منه. مورد علاقه ترینم این ماشینه از سوبارو. اینم نسخه خاکیشه. اونایی که این کاره باشن، نت فور اسپید باز باشن، میفهمن که این چه ماشین خفنیه و این چه ماشین آشغالیه. حتی این بیشتر بدترین ماشین توی نت فور اسپید این و این میتونه باشه. خب آقای مرد دوربینی، استمرار خیلی مهمه. من این چیزی که فهمیدم این که استمرار چیه؟ تکرار نه، نظم. یه جورایی آره. منی که خیلی نظم گریزم، یعنی اینکه یه کاری رو که دوست ندارم انجام بدم یا شاید هم دوست دارم انجام بدم و انجام میدم تا یه مدتی، اما از یه جایی بعد انجام نمیدم. باید استمرار خودمون رو تقویت کنیم، باید ادامهش بدیم همینجوری، حتی اگه برامون سخته. تکرار، تلاش، نظم رو باید یه خورده روش فکر کنم. من خیلی آدم با نظمی نیستم، اما میتونم تلاش خودمو بکنم. چیز بعدی که بهش نیاز داریم، صبر کن من برم نشون بدم.
با من میگه اوف اینو ببین میدی رنج اوریونه. خیلی ها میگن فیکه ولی خب نمیدونم، امیدوارم که فیک نباشه. اینو باش، اینو بگی. اگه کامنت ها به 20,000 تا برسه، اگه تونستیم این 20,000 تا کامنت برسونیم که هرگز نمیرسه تو این ویدیو، حداقل این باز میشه، اما نمیرسه. وقتی مانیتایز شدی باز میشه. مانیتایز داداش میدونی چقدر طول میکشه من مانیتایز بشم؟ کجا رو داری خیال میکنی؟ اصلا ما هدفمون پول نیست که ما برای رضایت شما بچهای عزیز داریم کار انجام میدیم. نه اونقدر اسکول نیستیم که به خاطر پول بیایم وارد یوتیوب بشیم فشار مالی. اون چیزی که الان من دنبالشم اینجا نیستش. ما به یه چیزی نیاز داریم که الان دیگه ته خوار مادر چوسیه. پیداش کردم. این چیزی که داری؟ کانتنت کریتوری نیاز داره یا هر تولید کننده محتوایی نیاز داره. ما یه معرفی کنم به شما دوستان عزیز. این یکی از قدیمی‌ترین پایه هاست، خیلی پایه هست، مثل جای سیخ میمونه. باش آخ من میمیرم برات. نه نمیمیرم. بیا یه خورده من بازش کنم ببینم چجوریه، تا چه حد کارو. واو اوه مای گاد، این خیلی چاسیه. من رفیق پایم. ما به این نیاز داشتیم، فکر میکنم یه روزی نیاز بشه، ولی خب اول از همه باید اینو عوض کنیم که بشه موبایل رو روش سوار کرد. از اونجایی که بودجه ما نمیرسه هنوز دوربین خفن پیاده کنیم روی چیز، پس فعلا به کم قانع هستیم. همیشه باید آدمای قانعی باشیم، چون که مقرر بهترین ورژن خودمون رو بسازیم، تبدیل بشیم به بهترین یوز. قدم بعدی چیه آقای مرد دوربینی؟ بگو بهم. فکر می‌کنی چی باشه؟ بعدیش برنامه‌ریزیه. برای برنامه‌ریزی ما به چی نیاز داریم؟ یک دفتر برنامه‌ریزی. کنترل خشم از صفات بارز. آیا این برازنده یک دفتر ایده هستش؟ نه اونقدر نیست. اسپانسر ما نیستش. وای این میتونه دفتر عجب لوکسی باشه. لوکسیه. خیلی لوکسه بچه، آهنرباییه. واو خودکارم داره. یه خودکارم چسبیده بهش. آپشناش. اوه شیت اینو باش. چقدر لوکسه، مثل آرکین میمونه. این دفتر برازنده‌ای هست که من بخوام باش ایده ها و نظراتمو بنویسم برای تولید محتوا برای شما بچه‌های عزیز. آره بوس به کلتون. نه مرد دوربینی، بریم با هم شهر رو نجات بدیم. شما چی؟ مرد چی؟ من عرفان هستم. به کانال من خوش اومدین. باید چیز کنم، اولای ویدیو بگم نظراتتون رو برام بنویسید. الان من نمیفهمم نظرات در مورد چه چیزی باید بنویسید. نظر بدین که ما چجوری میتونیم این کانال رو با همدیگه رشد بدیم. این کانال فقط متعلق به من نیست، متعلق به شما هستش. آره خب قطعش کن مشتبه.